بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، برادران و خواهرای گرامی، در درس چهارم از کتاب الاربعین امام آجری رحمه الله هستیم. به ترتیبی که امام آجری آورده، این حدیث هشتمین حدیث از 40 حدیثی میشه که در کتاب خود الاربعین گنجانده. این حدیث در بیان اتباع و لازم گرفتن سنت رسول صلی الله علیه وسلم می باشد. سنت یعنی راه و روش، یعنی طریقه و مسلک. وقتی میگیم سنت، به این معنا نیست که تنها فکر کنیم سنت های ظاهری که در طرز آرایش بدن و یا در طرز پوشیدن و خواب شدن و یا سنت هایی که در نماز هست. نمیگیم اینا سنت نمی باشه، لیکن هدف اصلی و اساسی از کلمه سنت اتباع از رسول صلی الله علیه وسلم در تمام ابعاد می باشه. بعضی از دوستا گاهی میپرسن که ترک سنت چیست؟ حکم ترک سنت چی می باشه؟ انسان اگر ترک سنت ترک بکنه آیا کافر میشه یا نه؟ چون در فکرشان این میره که سنت همین چند رکن نمازی که قبل یا بعد از فرایض خوانده میشه. چون همه قسم به مردم گفته شده و میگن برو به ترک سنت کسی کافر نمیشه. لیکن جواب ما این است که به ترک سنت رسول صلی الله علیه وسلم، یعنی کسی که سنت رسول صلی الله علیه وسلم عموما ترک بکنه، یعنی راه و روش رسول الله را ترک بکنه، راه و روش کسی دیگر را انتخاب بکنه، کسی دیگر را به عنوان امام پیشوای خود قرار بده، انسان کافر میشه. چون وقتی میگم سنت یعنی اتباع رسول صلی الله علیه وسلم. وقتی اتباع رسول الله را ترک میکنی، پس اتباع چه کسی را انتخاب میکنی؟ در حالی که الله متعال دستور داده که از رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت شود. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، از الله اطاعت کنید و از رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت کنید. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. و کسی که با رسول صلی الله علیه وسلم مخالفت میکنه بعد از اینکه الله تعالی قرآن فرستادن، بعد از اینکه رسول صلی الله علیه وسلم دین به ما راهنمایی کردن، کسی که مخالفت میکنه الله تعالی او را به جهنم میپرته. و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، آنچه که رسول صلی الله علیه وسلم به شما میته او را بگیرین و آنچه که شما را نهی میکنه خدا باز بدارین. و باز الله سبحانه و تعالی در آیه دیگر محبت خود در گرو اطاعت از رسول صلی الله علیه وسلم میگذاره. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، بگو اگر الله را دوست دارین پس از من اطاعت بکنین، یعنی از رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت بکنین. الله متعال محبت و دوستی خود در گرو اطاعت از رسول صلی الله علیه وسلم قرار داده. پس از این فهمیده میشه که سنت یعنی اتباع و پیروی از تمام راه و روش رسول صلی الله علیه وسلم در تمام ابعاد، در مسائل عقیدتی، در مسائل سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، احکام، فقه، در تمام امور باید از سنت رسول صلی الله علیه وسلم اتباع شود. حدیثی را که میخوانیم حدیثی است که امام آجری رحمه الله از عبدالرحمن ابن عمرو السلمی و حجر الکلاعی روایت میکنن که دو نفر تابعی میباشن. اینا میگن دخلنا على العرباض ابن سارية رضي الله عنه وهو من الذين نزل فيهم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع وهو مريض. این دو تابعی میگن ما وارد شدیم بر صحابی بزرگوار عرباض ابن ساریه، صحابی که از جمله کسانی است که الله متعال آیه 92 سوره توبه را در شأنش نازل کردند. در غزوه تبوک گرمی زیاد بود و وقت پخته شدن میوه هم بود. الله متعال مؤمنان را دستور به جهاد داد. منافقین در این جهاد اشتراک نکردند، بهانه های مختلف آوردند. الله متعال در سوره توبه آنها را رسوا کرد و سوره توبه را که یک اسمش سوره الفاضحه است، سوره رسوا کننده منافقین. لیکن یک گروهی از مؤمنین بودند که از فقر زیاد نتونستند در رکاب رسول صلی الله علیه وسلم در جهاد حضور یابند. نه خودشان چیزی داشتن و نه رسول صلی الله علیه وسلم تونستند که برشان چیزی را برابر کنند. الله تعالی از این گروه مؤمنین در این سوره در سوره توبه یاد کرده ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم، و گناهی نیست بر کسایی که نزمان نزد تو آمدن که با خود ببریشانه، لیکن برشان گفتی چیزی نیست که شما را بر او سوار کنم. قلت لا اجد ما احملكم علیه، چیزی نیست که شما را بر او سوار بکنم، سواری نیست.
شمشیر نیست، امکان نداریم که شما رو با خود ببریم. تولوا و اعینهم تفیض من الدمع. او گروه مؤمنان برگشتن در حالی که از شدت اندوه و غم از چشمایشان اشک سرازیر بود. این دو تابعی بزرگوار میگن امی آیت که از در شأن 7 صحابه نازل شده بود که یکی از جمله آنها عرباض ابن ساریه رضی الله عنه بود. در نزد این صحابه آمدن در حالی که بیمارم بود، برش گفتن ان جئناک زائرین و عائدین و مقتبسین، ما برای زیارت تو و عیادت کردن تو آمدیم و میخواهیم که از علم تو بهره ببریم، چون تو صحابه رسول صلی الله علیه وسلم هستی، از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدی، با اونها نشستی، چیزی را برای ما راهنمایی که برای ما بگو. این صحابی بزرگوار فرمود ان رسول الله صلی الله علیه وسلم صلى صلاة الغداة ثم اقبل علينا فوعظنا بموعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فما تعهد إلينا. رسول صلی الله علیه وسلم نماز صبح خواندند، سپس بر ما روی کردند و سخنرانی کردند، سخنرانی بسیار فصیح و بلیغی را، سخنرانی که قلبها به تپش افتاد، در قلبها ترس آمد و اشک از چشمان همه جاری شد. یکی از صحابه گفت ای رسول الله، این سخنرانی شما مثل سخنرانی بود که با ما وداع بکنین، یعنی از نزد ما برین، ما را به چیزی وصیت بکنین یا رسول صلی الله علیه وسلم. رسول صلی الله علیه وسلم فرمودند اوصیکم بتقوى الله، شما را وصیت میکنم به تقوای الهی. تقوای الهی یعنی انجام دادن آنچه که الله تعالی و یا رسول صلی الله علیه وسلم بر ما دستور دادن از واجبات، از مستحبات، و خود بازداشتن از اون چیزی که رسول صلی الله علیه وسلم نهی کردن، الله متعال نهی کرده در کتابش یا در احادیث نهی شده. اینمی تقوا است. و السمع و الطاعه و این عبدا حبشیا، و اطاعت کردن است از امیر، از کسی که امیر تعیین میشه بین مسلمان ها، از طرف خلیفه مسلمان ها امیر تعیین میشه، از گروه مؤمنین امیر تعیین میشه. اطاعت کردن از او است ولو که غلام حبشی باشه. رسول صلی الله علیه وسلم ادامه میتن فانه من یعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا، کسایی که بعد از ما زندگی میکنن اختلافات زیاد را خواهند دید. فعلیکم بسنتی، پس لازم بگیرید سنت مرا. در زمانی که اختلافات میشه، در زمانی که گروه ها و مذاهب فرقه های زیاد میشه، پس شما سنت مرا محکم بگیرین و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین، و سنت خلفای راشدی که بعد از ما میآیند، خلفایی که هدایت شده هستند، سنت آنها را محکم بگیرین. عضوا علیها بالنواجذ. رسول صلی الله علیه وسلم و عبارات بسیار واضح و آشکار با عبارات بسیار بلیغ بیان میکنن و مسئله را طوری بیان میکنن که ما بر اهمیت این مسئله پی ببریم. میفرمایند سنت مرا و سنت صحابه مرا چنان محکم بگیرین که حتی با 4 دندانای آسیابی که در دهان می باشه، دندانای بزرگی که هست، میگن با او دندانها سنت مرا محکم بگیرید. یعنی اشاره به این داره که در زمانی که فتنه ها میشه، در زمانی که گروه ها، فرقه ها، مذاهب زیاد میشه، هر کدامش ادعای پیروی از رسول صلی الله علیه وسلم میکنن، شما سنت مرا و سنت خلفای راشدین، سنت خلفای صحابه‌ای که بعد از ما میان، سنت آنها را محکم بگیرین تا شما گمراه نشین. و ایاکم و محدثات الامور، دور باشین از آنچه که در دین، نوآوری هایی که در دین پیدا میشه. فإن كل محدثة بدعه، زیرا هر نوآوری که میشه او بدعت است، و کل بدعت ضلاله، و هر بدعت گمراهی است. ما امروز میبینیم فرقه های زیادی هست که همهشان ادعای پیروی از سنت رسول صلی الله علیه وسلم میکنن، کلشان میگن ما سنی هستیم. جهمیه قدیم و جهمیه عصر که اشعریه کفار و ماتریدیه کفار لعنت الله علیه میباشن، که صفات الله سبحانه و تعالی را تعویل میکنن، اینها هم خود سنی میگن. مدخلی کافری که اطاعت از امرای کافر خدا واجب میدانه، این هم خود سنی میگه. مرجعی کافری که عمل از ایمان جدا کردن یا گفتن ایمان کم و زیاد نمیشه، اینها هم خود سنی میگیرن و به اهل سنت نسبت میتن. اینا ادعای پیروی از رسول صلی الله علیه و سلم و صحابهشان میکنن. اما چه کسی واقعا در مسیر رسول الله و یارانشان قرار داره؟ امام لالکائی رحمه الله در کتاب خود اصول اعتقاد اهل سنت و الجماعه
از امام قتیبه که متوفای 240 هجری می باشه روایت میکنن. اگر کسی را دیدی که سفیان ثوری را دوست داره، مالک ابن انس، ایوب سختیانی، عبدالله ابن عون، یوسف ابن عبید، سلیمان التیمی و شریک، ابو الاحواز، فضیل ابن عیاض، سفیان ابن عیینه، لیث ابن سعد، عبدالله ابن مبارک و وکیع ابن جراح، یحیی ابن سعید، عبدالرحمن ابن مهدی، یحیی ابن یحیی و امام اهل سنه احمد ابن حنبل و امام اسحاق ابن راهوی، اگر کسی را دیدی که از اینها پیروی میکنه، از اینها نقل قول میکنه، فاعلم انه علی الطریق، بدان که او بر راه است، یعنی راه سلف است، راه سنت است و راه سنت رسول صلی الله علیه وسلم است. و امام بربهاری در کتاب خود شرح السنه میفرماید واعلم ان الدین انما هو بالتقلید والتقلید لاصحاب محمد صلی الله علیه وسلم، بدان که دین همانا تقلید است. تقلید از چی کسی است؟ از یاران رسول صلی الله علیه وسلم. و میفرماید فالله الله فی نفسک، متوجه باش الله الله یعنی الله را به تو پیش میکنه، متوجه باش به نفس خود. و علیک بالاثر، و از اثر پیروی بکن. اثر یعنی از اقوال صحابه، کسانی که با سند از صحابه روایت کردن، کسانی که از صحابه پیروی کردن. و اصحاب الاثر، و از یاران اثر، ائمه‌ای که بودن از آنها پیروی کردن. فإن الدین انما هو التقلید، زیرا که دین همان پیروی کردن است. پیروی از چی کسانی؟ یعنی للنبی صلی الله علیه و سلم و اصحابه رضوان الله علیهم اجمعین، یعنی پیروی کردن از پیامبر صلی الله علیه و سلم و از یارانشان. و امام دارمی رحمه الله در کتاب خود که در رد بشر مریسی و جهمیه نوشته می‌فرماید که از تابعین نقل میکنه قال شریح و ابن سیرین لن نضل ما تمسکنا بالاثر، هرگز گمراه نمیشیم تا زمانی که به اثر تمسک بجیم، از اثر پیروی بکنیم. اثر گفتیم من اقوال صحابه و کسانی که از صحابه به نیکی پیروی کردن. پس اینجا فهمیده میشه که سنت چی است؟ سنت راه و روش رسول صلی الله علیه وسلم و آنچه که رسول صلی الله علیه وسلم تاکید کردن که بعد از ما گفتن از ما پیروی بکنین و از صحابین پیروی بکنین و کسانی که از صحابه پیروی کردن، چنانچه الله سبحانه و تعالی در قرآن از اونها بیان کرده والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان، و کسانی که از صحابه به نیکی پیروی کردن، صحابه را دیدن یا صحابه را ندیدن لیکن قدم بر قدم صحابه پای گذاشتن، مثل امام احمد، امام سفیان ثوری، امام سفیان ابن عیینه، امام شافعی، امام مالک و فرزند امام احمد و ائمه‌ای که در زمان امام احمد و بعد از امام احمد آمدن و قبل از امام احمد بودن، آن کسانی که بر نقش قدم صحابه پای گذاشتن، از قرآن و سنت پیروی کردن، به فهم صحابه، به فهم کسانی که به نیکی از صحابه پیروی کرده بودن. آن بر ما و شما لازم است که فهم اینها را بگیریم تا گمراه نشویم، چنانچه امام بربهاری او را تاکید کرد. حدیث دیگه ای که میخوانیم امام آجری رحمه الله آورده در فضیلت قرآن میباشه. حدیثی است که از ابن مسعود رضی الله عنه روایت میکنه که او از رسول صلی الله علیه وسلم شنیده انه قال كان الكتاب الاول نزل من باب واحد وعلى حرف واحد ونزل القرآن من 7 ابواب وعلى 7 احرف. کتاب اول که بود، منظور کتاب اول مثال زبور، کتاب زبوری بود که به داود علیه السلام نازل شده بود. او از من باب واحد، از یک باب نازل شده بود، یعنی در اون کتاب که از کلا موعظه و نصیحت و این مسائل بود. و علی حرف واحد، و بر یک لهجه بود. و نزل القرآن من 7 ابواب و علی 7 احرف، ولیکن الله سبحانه و تعالی قرآن به 7 باب یعنی در 7 مسائل که در از حلال حرام گفته شده، از امر و نهی گفته شده، مسائل محکم است، متشابه است، خیلی مسائل است که کل احکام است که در قرآن الحمدلله بیان شده، این را بیان میکنه. و علی 7 احرف، و بر 7 لهجه نازل شده، بر 7 لهجه عرب قرآن کریم نازل شده که این 7 لهجه باز هر کدامش به 2 روایت تقسیم شده که 14 روایت می باشه. و روایتی که مشهور است ما و شما میخوانیم روایت حفص است که این باز خودش به 2 روایت می باشه. و روایت حفصی که ما میخوانیم این روایت است که قریش میخواندن قرآن به این شکل میخواندن. در ادامه رسول صلی الله علیه وسلم میگن قرآن به 7 باب و 7 حرف نازل شده که زاجر و آمر، مسائلی است که نهی کننده است، نهی کرده و ما و شما را گفته شده این حرام است، نهی است. و مسائلی است که الله سبحانه و تعالی امر کرده، دستور داده. و حلال و حرام، مسائلی است که حلال بیان شده و حرام بیان شده. و محکم و متشابه، و آیات محکم است که هیچ شک و شبهه‌ای نیست، و آیات متشابه است که
و علم از الله تعالی خودش میدانه، یا مسائلی است که در قرآن و سنت بیان شده وضاحت داده شده، یا آیات متشابه و مثال هایی که الله تعالی داده. الله تعالی آیات را بیان کرده، قصه های از قوم های پیشین بیان کرده، به عنوان مثال، به عنوان عبرت بر ما بیان کرده. فاحلوا حلاله و حرموا حرامه. رسول صلی الله علیه و سلم میگن آنچه را که الله تعالی در قرآن او را حلال کرده او را حلال بگین، آنچه را که حرام کرده حرام بشمارین. و افعلوا ما امرتم به، و انجام بدین آن چیزی را که الله تعالی به شما امر کرده. و انتهوا عما نهیتم عنه، و خود باز بدارین از اون چیزی که الله سبحانه و تعالی شما را نهی کرده. و اعتبروا بامثاله، عبرت بگیرین با مثال هایی که الله تعالی در قرآن داده. عبرت بگیرین از زمانی که الله تعالی از فرعون، از عاد و ثمود و از قوم ابراهیم و از اونا نقل کرده، شما عبرت بگیرن از اونا. و عملوا بمحکمه، به آیاتی که محکم است هیچ شک و شبهه‌ای نیست به اونا عمل بکنه. و آمنوا بمتشابه، و ایمان بیارین به آیاتی که متشابه است. و قولوا آمنا به کل من عند ربنا، و بگین ایمان آوردیم به کل آن چیزی که الله سبحانه و تعالی به ما آورده از جانب خود. و همین قدر اکتفا میکنیم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.